تا اینجا با توجه به مشخصات منطقه‌ای که مسیر داخلش قرار گرفته مقدار دور ماکسیموم مربوط به کل مسیر رو تعیین کردیم و با توجه به مشخصات هر کدوم از قوس‌ها و سرعت طرحی که داشتیم دور طرح مربوط به تک به تک قوس‌ها رو فهمیدیم که چطور باید به دست بیاریم و برای اعمال این دور داخل هر کدوم از این قوس‌ها دو تا طول شیب بربلندی و طول حذف شیب مخالف رو با همدیگه مقادیرش رو فهمیدیم که چطور میتونیم به واسطه نشریه محاسبه بکنیم و ازش استفاده کنیم. اما سناریو اعمال این طول بربلندی، طول تامین بربلندی که شامل این دوتا در حقیقت طول میشد به چه صورتی هستش؟ اگر بخوام یک مختصری توضیح بدم، داخل نشریه ها این دوتا طول رو به این گونه میگه باید اعمال بکنه. طول حذف شیب مخالف یعنی اون مسیری که نیاز اون مقدار طولی که لاین مخالف اون از شیب معمولی که داره برسه به صفر، این مقداری که باید طی بشه رو میگه باید توی قسمت تانژانت، توی قسمت مستقیم مسیر باید اعمال بکنیم و طول شیب بربلندی یعنی اون طولی که از مقدار صفر شیب مخالفمون به حالتی که مقدار ماکسیموم مربوط به اون قوس میرسه، این طول شیب بربلندی، این رو میگه دو حالت پیش میاد. اگر قوسمون ساده باشه، قسمتیش قبل از قوس ساده و قسمتیش داخل قوس ساده اعمال بشه